بچه حالتون چطوره؟ امروز روز اول کاریمونه و همطور که میبینید ما 2-3-4 ماه یک کلش آف کلن بازی کنیم. تا حال 11 و تقریبا داریم مکس میشیم، البته به جز قهرمان، چون قهرمان خیلی لمه. بعدش اینم زمین شبشه که الان میریم نشونتون میدم. اینجا سرخگونه ارتقا دادیم با ماشین نبرد تا شیشه. بعدش تو نیروهاشم ساهره داریم، اینو لخو نکن. بربر، آرچر، غول، مینیون، بمبگذار، اژدها، بچه اژدها، توپ و ساهره رو داریم. همینطور ما این نیروها رو داریم. اینم زمین دو شبه. اینجا همین این ساهره است که داره میره. بچه ها نیروهایی که کانت یکمون داره این الان نشون بذار لخ کنم. اژدهای بعد از اینجا سگ یخی، گالم، ساهره، بلاد سوار، والکری، مینیون. من چیز معروف ها شدیدم: اژدها کلینیکی، اژدها، پکا، جادوگر، غول و اینو. بچه حالتون بریم. حالا میریم سراغ اکانت 2. اینم از اکانت 2. همونجور که میبینید تقریبا مکس دانال هشته. این زمین شبش خیلی فعالیت نمیکنه ولی بازم تقریبا مکس دانه 3. بعد بچه همینطور که میتونستید 2 تا رویداد جدید اومده که اینجا میتونید این جایزه ها رو مثل من بگیرید و بعدا که این مدال رو تونستید جمع کنید بتونید چیزایی بخرید، مثلا توپ خاردار، آینه جادویی، تاج تیر روسی که لاوالومن. حالا یه رویداد دیگه هم هست اینجا. دونید شما با شمشا این جایزه های که میبینید رو بگیرید. ما اینا رو از قبل گرفتیم که چند تا صندوق بود و مقداری از این مدال ها که میبینید. فهمیدید؟ این اکانت 2 ما. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.